امروز با هم میخوایم این کیف رو ببافیم. برای بافتن این کیف نیاز داریم به 300 گرم نخ رافیا و قلاب شماره 3.5. اگه خاطرتون باشه من همیشه برای بافت رافیا گفتم از قلاب شماره 4 استفاده کنید، ولی چون این بافتش پایه بلنده، برای بافت پایه بلند از قلاب شماره 3.5 استفاده میکنیم. ما بافتمون رو از ته کیف شروع میکنیم. 40 تا زنجیره میندازم، بعد به صورت بیضی اینو دور تا دور اضافه میکنیم تا بشه 126 تا. تعداد دونه هامون باید مضربی از 3 باشه. دونه هایی که بعد از اینکه اضافه کردیم میخواستیم به طرح بیفتیم باید مضربی از 3 باشه. من 40 تا دونه رو سر میندازم، شروع میکنم به اضافه کردن. برای اضافه کردن بیضی هم که خودتون میدونید تو طول بافت هیچی اضافه نمیشه، از گوشه ها اضافه میکنیم. دقیقاً مدل گرد بافی که قبلا بهتون آموزش دادم همون مدل منتها به صورت نصفه. الان این یه نیم دایره است، ما برای این نیم دایره مدل گرد بافی اضافه میکنیم، هم از این ور هم از این ور. ولی این بین بافت و هیچ یه دونه هم اضافه نمیکنیم. بافتمون کامل سر جای خودشه، از گوشه ها شروع میکنیم به اضافه کردن. 40 تا زنجیره میندازیم، بافتمون رو شروع میکنیم. چهل تا زنجیره زدم، 2 تا هم زنجیره معادل یه دونه پایه، یه پشت میل میندازم، بعد این یه پایه محسوب میشه. تو دونه سوم یه دونه پایه میبافم، با این بشه 3 تا، 2 تا، یه پایه دیگه میندازم بشه 3 تا. برای اینکه ما میخوایم از گوشه ها کارمون رو اضافه کنیم. بعد تمام دونه ها رو همینجوری خودشون پایه بلند میبافیم تا به انتهای کار برسیم. من همه زنجیره ها رو بافتم. اینو بارها بهتون گفتم، بازم میگم، توی بافت رافیا هر از گاهی سعی کنید این بافتتون رو بکشید که صاف بشه. دونه اول 3 تا انداختم، 38 تا دونه از زنجیره یه دونه بافتم. دونه آخرم باید 3 تا بندازم. خب این 3 تا دونه رج بالاست. حالا ما میخوایم اینو دور بزنیم، دوباره دونه اول 3 تا میفته، تمام دونه ها یه دونه ای، دونه آخرم 3 تا. به خاطر اینکه اینجا خیلی سوراخ بزرگی نیفته، ببینید یه دونه از این نخو برمیدارید با سوراخ قبلی یکی میکنید که چون میخوایم 6 تا دونه بندازیم توی سوراخ، سوراخش خیلی باز میشه. این کارو میکنیم که دیگه سوراخ باز نشه. خب اینجا ما 6 تا دونه انداختیم، 3 تا برای این بر بود، 3 تا برای این بر. دوباره همه دونه ها رو یه دونه ای میبافیم، تمام این پایه‌ای که بافته بودیم دور زدیم یه دونه ای تا آخرین دونه که رسیدیم. دوباره آخرین دونه رو 3 تا دیگه اضافه میکنیم که با این 3 تا بشه 6 تا. خب من این رج برگشتشم بافتم، همه دونه ها رو یکی بافتم، دونه آخر رو 3 تا دونه انداختم. میایم این رج رو به اولین دونه این ور وصل میکنیم با یه گره کور. حالا روی همین پایه 2 تا زنجیره میندازم. ببینید الان اینجا من یه دونه رو 6 تا دونه کردم. توی گرد بافی اینجوریه که تو رج دوم 6 تا دونه باید بشه 12 تا، یعنی هر دونه 2 تا. الان این دونه اول از 3 تا دونه اولیه که اینجا بافته بودیم، اینو 2 تای بعدش رو 2 تایی میبافم، بعد همه رو دوباره یه دونه ای. این یکی، 2 تا، این یه دونش، دونه دومم 2 تا،
یکی و دوتا، دونه سوم هم دوتا. ببینید این 3 تا دونه شد 6 تا دونه. توی برگشتم این 3 تا دونه رو 6 تا دونه میکنیم و ته رجمون اینجا که یه دونه رو 6 تا کرده بودیم، این 6 تا دونه میشه 12 تا. یعنی هر دونه 2 تا توش میفته. تو گردبافی هم همینجوری، دونه های اول و رج اول که میبافیم، رج دوم همه دونه ها باید 2 تا بشه. اینم الان یه نیم دایره است، دقیقاً باید همون کار رو روش انجام بدیم. بعد بقیه دونه ها رو همه رو تکی میبافیم. خب من رج دومم بافتم. ببینید این لبه بافت خیلی قشنگ بیضی شد، این سرش هم همینطور. مدل گرد بافی دوباره به این 12 تا که رسیدیم، یه دونه دوتایی یه دونه یکی، تمام 12 تا دونه رو، یعنی میشه 6 تا دوتایی 6 تا یکی بعد دوباره اضافه کنیم. بعد تو هر مرحله مدل گرد بافی اضافه میکنید. بعد شما میاد تمام این دونه ها رو میشمارید. دونه هاتون هر وقت شد 126 تا برای این سایز. اگه دوست داشتید بزرگتر باشه که بزرگتر، ولی مضربی از 3 باشه. خب فقط یه نکته میخواستم بگم و نکتهش اینه که شما به مرور که دارید اضافه میکنید، شاید توی شمارشتون مثلا بشمارید 124 تا شده باشه. اگه بخواید مدل گرد بافی اونو دونه ها رو اضافه کنید خیلی بیشتر میشه. بنابراین چیکار میکنیم؟ اگه 2 تا دونه کم بود، یه دونه از این سر یه دونه از این سر دقیقاً از وسط اضافه میکنیم. اگه 2 تا دونه کم بود اینجوری اضافه میکنیم. اگه زیاد بود، مثلا 126 تا شده بود 128 تا، یا یه دونه از این ور اضافه میکنیم که بشه 129 تا، یا یه دونه از این گوشه بعد از اضافه کردن ها یه دونه از اینجا کم میکنیم، یه دونه هم از این سر کم میکنیم. یعنی باید حالت تقارن داشته باشه. هر چند تا که بخواید اضافه کنید یا کم کنید، اضافه و کم کردنش از سر بافتاتون باید باشه. اضافه کردن از وسط بافت اضافه میشه، کم کردن از بعد از این مدل گرد بافی که میندازید. اینجا مثلا اگه زیاد بود این دوتا رو با هم یکی میکنید، بعد توی رج بعدی برمیگردید. ببینید اینجا دوباره دوتا رو با هم دیگه یکی میکنید، به خاطر اینکه تقارن داشته باشه. ما دونه ها رو اضافه میکنیم به 126 تا که رسید، برمیگردم بقیه آموزش. من رج سرم بافتم همونجور که گفتم، به این 12 تا دونه که رسیدیم یه دوتایی یکی اضافه کردم، هم این سرش هم این سرش. بعد از اینکه اینو اضافه کردم من دونه ها رو میشمارم. دونه های من شده 110 تا 126 تا 16 تا دونه کمه. این 16 تا دونه رو همونجور که گفتم بعد به حالت تقارنی اضافه کنید، یعنی 8 تا دونه این ور اضافه کنید 8 تا دونه این ور. تمام دونه ها رو یه دونه ای میبافیم. به این گوشه ها که رسیدیم خودتون تقسیم بندی کنید، یه تعدادی رو وردارید 16 تا دونه در نظر بگیرید، دو تا یکی این ور اضافه کنید، دو تا یکم این ور، یعنی توی 16 تا دو تا یکی اضافه کنید 8 تا این ور اضافه میشه 8 تا این ور. دونه اول من یه دونه میبافم، دونه دوم دو تایی، 1 و 2، دونه بعدی یکی، این دوتایی، دوباره یکی و دوتایی، و یکی و دوتایی. ببینید 4 بار من این کار انجام دادم. 4 تا دونه الان اینجا اضافه شده. 1 2 3 4، چون این وسطه 4 تا هم این ورش اضافه میشه. همین کار رو برای اون سرم انجام میدیم، یعنی 8 تا دونه هم اونور دقیقاً این لبه حالت تقارن این ور اینجا. ببینید اینجا دوباره به اینجا هم 8 تا دونه اضافه میکنیم. 8 تا این ور 8 تا این ور میشه 16 تا. جمع تعدادمون میشه 126 تا. بقیه دونه ها هم همه رو یه دونه میبافیم.
خب من این رجم تموم کردم. دونه هام شد 110 تا دونه. الان باید 16 تا دونه دیگه اضافه کنم. 8 تا به این ور اضافه میکنیم، 8 تا به این ور اضافه میکنیم. فقط از این رج به بعد همه دونه ها رو پای کوتاه میزنیم. بعد برای 8 تا دونه اضافه کردن بعد از اتصال من یه زنجیره زدم، پشت میل میندازم توی همین سوراخ یه پای کوتاه. پای کوتاه هم به این صورتی که هر سه تا رو با هم یکی میکنیم. اینجا شد 2 تا. دونه بعدی رو یه دونه میندازم. دوباره دونه بعدی 2 تایی پای کوتاه، یکی و 2 تا. دونه بعدی یکی. چون این از وسط در اومده 4 تا دونه این ور اضافه میکنم. سر اون یکی سمتش اینجا 8 تا دونه اضافه میکنم. وقتی برگشتم به اینجا رسیدم از این ورم 4 تا دونه اضافه میکنم که این ور بشه 8 تا، اون ورم 8 تا. فقط تمام دونه هامون دیگه از این به بعد پای کوتاهه. دو، سه، 4. الان من 4 تا دونه رو اضافه کردم. بقیه دونه ها رو یه دونه میبافم تا به اون سر برسیم. تو این مرحله بافت کفی ما تموم شد. بعد از اینکه بافت کفیتون تموم شد حتما باید کارتون رو اتو بزنید. اتو زنی هم که بهتون آموزش دادم. بعد که کار کفیمون تمام شد دیگه از اینجا بعد دونه نمیخوایم اضافه کنیم، فقط میخوایم مدل بندازیم. این مدلی که من بافتم به این صورته. توی گندمی اول 3 تا پایه میزنیم. اولی که 2 تا زنجیره به عنوان یه پایه، 2 تا، 3 تا پایه کوتاه تو گندمی اول. 2 تا گندمی دومی بعدی رو ول میکنیم. توی سومی دوباره 3 تا پایه کوتاه. 1، 2 تا، 3 تا. به همین ترتیب تا دور کارمون تکمیل بشه. 2 تا گندمی بعدی رو ول میکنیم. توی سومی 3 تا پای کوتاه میزنیم. دوباره 2 تا گندمی بعدی رو ول میکنیم. توی سومی 3 تا پای کوتاه. دور تا دور کار رو همینجوری میبافیم. من دور تا دور کار اینجوری بافتم. بعد آخر سر اومدم به هم دیگه وصلش کردم. بعد از وصل ببینید بین این ستایی ها یه فاصله هست. قلابم برمیگردونم از این تو، نخمو میکشم بیرون، یه گره بست میزنم، 2 تا زنجیره. بعد این قدر رو کامل اینجوری میبافیم. بین این 2 تا 3 تا قلابمون رو رد میکنیم، یه بست میزنیم، 2 تا زنجیره بین این 2 تا 3 تایی، یه بست، 2 تا زنجیره. این کار رو تا انتها ادامه میدیم. 2 تا زنجیره، یه بست، 2 تا زنجیره، یه بست. خب این آخرین زنجیرها رو هم انداختم. به این اولین زنجیر وصلش میکنیم با پایه کور. بعد میایم تو تمام این زنجیره هایی که انداختیم تو همشون
دوباره 3 تا، اول 2 تا زنجیره میندازم معادل یه پایه، 3 تا پایه کوتاه میبافم تو تمام زنجیره ها، 3 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید این 3 تا پایه کوتاه، اینجا رو ببینید، اینجا 2 تا زنجیره داریم، این تو 3 تا پایه کوتاه میبافم. این کار رو ادامه میدیم تا رجمون تموم شه. این رجمون تموم شد، اتصال رو انجام دادم، دوباره برمیگردم بین این 2 تا 3 تا نخمو میکشم بیرون، وصلشون میکنم به هم، 2 تا زنجیره، دوباره همون کاری که تو اون رج انجام دادم همون رو دوباره تکرار میکنیم، یه بست بین 2 تا 3 تایی ها و 2 تا زنجیره. خب همه این زنجیره ها رو من زدم، آخرین دونه که رسیدیم بعد از اینکه بستمون رو زدیم یه زنجیره میزنیم، بعد قلابمون رو وصل میکنیم به اولین زنجیره، اینو میاریم بالا، 2 تا رو یکی میکنیم. چرا من این کار رو میکنم؟ چون من میخوام زنجیره هامو از این به بعد از وسط این به وسط این وصل کنم. اگه انتها رو به اینجا وصل میکردم وسط نبود. دوباره قلابمو میبرم توی زنجیره، بعد قلاب رو رد میکنم از توی این، میکشم بیرون، این 2 تا رو یکی میکنم، این یه دونه زنجیره حساب میاد، یه زنجیره دیگه میزنم و اینجا رو میام توی زنجیره بعدی بست میزنم. ببینید از وسط این به وسط این بست شد. دوباره 2 تا زنجیره توی 2 تا زنجیره رج پایین وصلش میکنم. دوباره 2 تا زنجیره توی زنجیره های رج پایین بست میزنم. تمام دونه ها رو اینجوری میبافیم. خب به آخرین دونه رسیدیم، یه دونه زنجیره میزنم، قلابمو از توی زنجیره قبلی رد میکنم، نخو میکشم و 2 تاشو با هم یکی میکنم که از وسط این در بیاد. حالا اینجا ما میخوایم نخو عوض کنیم. قبل از اینکه نخو عوض کنم یه نکته رو بهتون بگم. ببینید نخای رافیا معمولا اینجوریان که بعضیاشون نازکتر از اون یکی. الان این نخ زردم از نخ سرمه‌ایم نازکتره. اگه من بخوام اینو یه نواخت ببافم با همین سرمه‌ای که مسئلهش فرق میکنه، ولی وقتی یه نخ میخواید وارد کارتون بکنید که یا ظریف‌تره یا ضخیم‌تره، باید قلابتون رو عوض کنید که این با این همخونی داشته باشه. الان چون نخ من زردم ظریف‌تره، تمام بافتم و با 3.5 بافته بودم، از اینجا به بعد رو با 4 میبافم، یعنی فقط نخ زردم و نخ زردو که میخوام ببافم با قلاب شماره 4 میبافم. بعد حالا اتصال 2 تا رنگم که بهتون گفته بودم، این نخو میکشیم میاد بیرون، قلابمون رو از زیر گندمی و این حلقه رد میکنیم، نخو در میاریم و شروع به بافت میکنیم. اینجا من یه دونه، ببینید من میخوام این کار رو تو این زنجیره ها تکرار کنم. تو هر کدوم از این زنجیره ها 3 تا پایه کوتاه بندازم. اولی و 2 تا زنجیره میندازم معادل یه پایه، بعد دومی و سومی. دوباره بدون اینکه زنجیره یا چیزی اضافه کنیم توی زنجیره های بعدی تو هر کدوم 3 تا پایه کوتاه میندازم. بعد از اینکه یکم بافتیم این نخ سرمه‌ای رو از این ور میکشیم که جمع بشه نخمون. ببینید
اینجا خیلی قشنگ رنگمون عوض شده، اصلا مشخص هم نیست که رنگ عوض شده. این نخ سرمه‌ای هم تا هر جایی که صلاح تونستید زیر بافت بیارید، بعد قیچی کنید و جدا کنید از بافتتون. تمام این زنجیره ها رو پای کوتاه 3 تا پای کوتاه میبافم توش. خب ببینید الان سایز این بافت من با این قبلی یکیه. اگه من با قلاب شماره 3.5 میبافتم این ریزتر میشد و بافتم رو جمع میکرد، ولی چون قلاب رو عوض کردم الان بافتم همخونی داره با هم. بعد این بافتم تا آخر ادامه میدیم. این یه رج من تموم شد، اتصال رو انجام دادم، دوباره همون کار رو تکرار میکنم که برمیگردم بین این دوتا ستایی ها نخم رو در میارم، یه زنجیره 2 زنجیره، بعد تمام روی اینها رو 2 تا زنجیره میبافم، اتصال 2 تا زنجیره، اتصال 2 تا زنجیره. خب ببینید الان اینجای بافتیم، من دارم این زنجیره ها رو میزنم. این زنجیره ها رو 3 رج ادامه میدیم و همین کاری که توی بافت زردمون انجام دادیم دوباره با این نخ تکرار میکنیم، با این نخ خاکیمون. دوباره میایم توی زنجیرها 3 تا پایه و دوباره 3 رج زنجیره و با توجه به شناختی که از نخام دارم فقط نخ زرد من نیاز داشت که قلابم شماره 4 باشه. بقیه نخام ضخامتشون با این سرمه یکیه، با قلاب همین شماره 3.5. با قلاب شماره 3.5 این 3 رنگ بعدی رو میبافم. همین کار رو تکرار میکنیم تا به اینجا برسه. اینجا که رسید دوباره میام برای بقیه آموزش. اینجا که ما رنگ عوض میکنیم سعی کنید همونجا تو همون رجای اولیه این نخهای اضافه رو کور کنید، نمونه برای رجای بعد بدنه رو که دارید میبافید اگه بتونید تو هر رنگی که عوض میکنید یه اتو بزنید کارتون تمیزتر در میاد. برای کور کردن این رنگم که بهتون قبلا آموزش داده بودم، قلابمون رو از زیر این نخها رد میکنیم، نخمون رو میکشیم بیرون، برای اینکه کارمون محکم تر بشه دوباره این کار رو برمیگردونیم. ببینید اگه از اینجا برگردونیم نخ در میاد، یه دونه یا 2 تا از نخها رو نگه میداریم، قلابمون از اینجا در میاریم، نخ رو برمیگردونیم، محکم میکشیم این کور بشه، بعد از ته قیچی میکنیم، یه ذره میکشیم که سر نخ بر اینجا قایم بشه. سرمه ای رو هم همین کارو میکنیم. بعد اگه براتون امکان داشت تو هر مرحله اینو اتو بزنید. ببینید دیواره کیفمون داره بافته میشه. اینو میبافیم. رنگ خاکی رو همونجور که گفتم با قلاب شماره 3.5 مدل این زرده میبافیم، بعد برمیگردیم برای بافت آجوری. ببینید زرد و خاکی رو 3 تا پایه 2 تا زنجیره 2 تا زنجیره 2 تا زنجیره، یعنی 3 تا پایه انداختم توی یه رج، 3 رجم و 2 تا زنجیره انداختم. خاکی هم همینطور، اما برای نارنجی 3 تا پایه، یه دور زنجیره، دوباره 3 تا پایه. نگاه کنید این که تموم شد. ببینید تا اینجا که من بافتم هم اتو کشیشو انجام دادم هم تمیزکاریاشو. شما مرحله به مرحله اگه تمیزکاری و اتو کشی انجام بدید کارتون خیلی تمیزتر در میاد. اینجا من اتصال انجام میدم، بعد میخوام رنگ اضافه کنم.
حالا اینجا رو ببینید. از اینجا به بعد میخوام فقط پایه و زنجیره باشه. چند رج پایه و زنجیره. قانونا به خاطر اینکه این زنجیره هامون دوتایی بود باید پایه و زنجیره دوتایی باشه، اما چون بالای کیفم تنگ تر شده باید زنجیره هامو کم کنم. بنابراین پایه بلند با یه دونه زنجیره میندازم، پایه بلند با یه دونه زنجیره. الان ببینید اینو دو تا زنجیره معادل یه پایه، یه زنجیره. بعد میام چیکار میکنم؟ بین این ستایی ها پایه میزنم، پایه بلند. دوباره یه زنجیره بین این ستایی ها، یه دونه پایه بلند، یه زنجیره، یه دونه پایه بلند. چند تا دونه که بافتیم این نخ آجوریمو میکشم که سفت بشه، بعد قیچی میکنیم و بعد کور میکنیم. خب یه رج کامل من بافتم. اینجا اتصال انجام میدیم و دوباره روی همین پایه 3 تا زنجیره و بافت پایمونو از توی این گندمیا رد نمی کنیم. یه دونه نخ از این جلو میگیریم، بعد قلابمون رو از پشت رد میکنیم. این بافت من قبلا بهتون آموزش دادم. ببینید این یه دونه نخ رو میگیریم، قلاب از پشت میبریم، نخ رو میکشیم بیرون به این صورت. فقط یادتون باشه بعد از اینکه یه رج اینو بافتین یکم اینو با دستتون بکشید که جمع نشه. البته تو هر رجش که میبافید چون زنجیره و پایه است، تو هر رج که میبافید یکم بکشید خوبه. این کار رو ما ادامه میدیم تا 9 رج. من 9 رج بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 رج میبافیم، بعد میام بقیه کار رو براتون توضیح میدم. خب من این 9 رج رو بافتم. بعد از بافت توجه کنید تو هر مرحله سعی کنید که رافیا رو اتو بذارید. اتو کشی کردم، تمیزکاریشم انجام دادم. من اینجا اتصال رو انجام میدم. بعد میایم تمام دونه ها رو پای کوتاه میبافیم. روی این که اتصال انجام دادیم 2 تا زنجیره بین 2 تا پایه ها، یعنی روی این زنجیره یه دونه پایه، روی زنجیره ها هم یه دونه پایه کوتاه. ببینید بینش یه دونه پایه، روی پایه ها هم یه دونه پایه. همه رو پایه کوتاه میزنیم. خب من این لبه رو بافتم، تمام دونه ها رو، پایه ها رو روی پایه، بین زنجیره ها هم یه دونه پایه کوتاه، همه رو پایه کوتاه بافتیم. بعد میایم چیکار میکنیم؟ دونه ها رو همه رو میشماریم، میخوایم جای دسته در بیاریم. دونه ها رو من شمردم، دونه های من 84 تا دونه بود. ببینید 84 کل دونه هاست. ما اینو تقسیم بعد 2 میکنیم که دو طرف کار به دست بیاد، میشه 42. 42 روی کارمونه. من برای قسمت دسته 22 تا دونه میذارم، از 42 تا 20 تا میمونه، 10 تا این ور 10 تا این ور. الان توی بافت براتون توضیح میدم که خوب متوجه بشید. 10 تا این ور ما پایه میزنیم، ببینید اینجا 10 تا پایه میزنیم، بعد میام اینجا زنجیره میندازم برای دسته، 22 تا فاصله میذارم، بعد دوباره اینجا 10 تا پایه میبافم. ببینید کار من دقیقاً از لب است.
اینجا من اتصال رو انجام دادم، قرار شد 10 تا دونه ببافم. این یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4، 10 تا پای کوتاه بافتیم. من قد دسته کیفم و 90 تا زنجیره در نظر گرفتم. الان اینجا 90 تا زنجیره میندازم. خب من 90 تا زنجیره زدم. حالا برای اتصالش میریم 22 تا گندم میشماریم، میریم جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 رو رد میکنیم. توی 23 یه دونه پایه میبافیم. این اولی محسوب میشه. دوباره 10 تا دونه پایمون رو میبافیم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 10 تا. خب ببینید این 10 تای این ور دسته است، این 10 تای این ور دسته، اینم 90 تا دسته است. این 10 تامون تموم شد. حالا این ور که میخوایم شروع کنیم دوباره همون 10 تا رو بعد ببافیم. یعنی از این دسته تا این دسته ما 20 تا پای کوتاه میبافیم. 9 10 تا. این بین دو تا دسته 20 تا دونه پای کوتاه زدیم. دوباره اینجا میام 90 تا زنجیره میبافم. برای دسته بعدی 90 تا زنجیره انداختم. دوباره میام 22 تا گندمی میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. توی 23 قلابمون رو رد میکنیم. یه دونه پایه میزنیم. این اولین پایه. بقیه بافتمون رو همه دونه ها رو پایه کوتاه میزنیم. باید اینجا هم 10 تا دونه برای بین دو تا دسته دونه داشته باشیم. به سر بافتمون رسیدیم. اینا رو به هم دیگه وصل میکنیم. دوباره روی همه اینا رو پای کوتاه میزنیم. این 10 تا پایه رو که زدیم میایم از زنجیرها شروع میکنیم به بافتن. تمام دونه های زنجیره رو پای کوتاه میبافیم. از دونه اول شروع میکنیم. همه دونه ها رو پای کوتاه میزنیم. من دور تا دور کار رو بافت زدم. همه رو پای کوتاه توی زنجیره هامو پای کوتاه زدم. روی این 20 تا دونه هم پای کوتاه زدم. اینجا میخوام یه نکته بهتون بگم. توی بافت رافیا روی زنجیره، حالا چه برای دسته چه ابتدای کار که شروع میکنید به کار کردن، ببینید به این حالت میشه. بعد از اینکه رج اول رو بافتید اینو بکشید تا صاف بشه. ببینید این چینا وقتی میکشید این چین برطرف میشه، ولی توی رج اول باید این کار رو بکنید. اگه بمونه خیلی سخت این برمیگرده به حالت اولش، به حالت اصلی خودش. نکته بعدی این که من رج دوم میخوام ببافم. خب رج دوم رو شروع کردیم. 9 تا دونه پایه رو من بافتم. ببینید 10 و پایه دهم و پایه اول از دسته رو پشمیل نمیندازم. اینو از دهم نگه میدارم و اولین دونه زنجیره 2 تا نخ در میارم. هر 3 تا رو با هم یکی میکنم. این تو گوشه های دسته کیف تکرار میشه. ببینید تو تمام رجامو باید این کار رو انجام بدیم. هر چند رج که خواستیم دسته کیف رو ادامه بدیم
به این گوشه که رسیدیم آخرین دونه اینو اولین دونه اینو با همدیگه یکی میکنیم، به خاطر اینکه دسته یه حالت زاویه داشته باشه. توی رجای بعدی هم به این گوشه که رسیدید این کار رو انجام بدید. به ته کارتون هم که رسیدید، ببینید به ته دسته هم که رسیدید باز همین کار رو انجام میدید. یعنی دونه 89 و دونه یک این پایه ها رو با هم دیگه وصلش میکنید به هم. ببینید اینجا رو وصل میکنیم که اینجوری دستمون گوشه داشته باشه. من روی زنجیره هایی که برای دست سر انداخته بودم 3 رج بافتم. میخوام ضخامت دستم اینقدر باشه. شما اگه دوست داشتید ضخامت بیشتر باشه تعداد رجاتون رو بیشتر کنید. بهتون گفته بودم بعد از هر رجی که میبافید این ببینید یه حالت چین خوردگی توش افتاده، اینو بکشید با دستتون. ببینید وقتی میکشید صاف میشه. اینجا رو ببینید. خب ما این 3 رج رو بافتیم، به این گوشه دسته رسیدم که بهتون گفته بودم برای اینکه گوشه بیفته. ببینید دونه آخر دسته و دونه اول بدنه. پشت میل اصلا نمیندازم، اینو از گندمی دونه آخر رد میکنم، یه نخ در میارم، اینو نگه میدارم، دوباره از گندمی اول بدنه رد میکنم، یه نخ دیگه در میارم. این 3 تا رو با هم یکی میکنم برای اینکه دستمون گوشه داشته باشه، حالت ایستایی دسته روی کیف قشنگ باشه. بعد دیگه بقیه بافت رو ادامه میدیم و طبق همون پای کوتاهمون به این صورت به دونه آخر که رسیدیم اینو به دونه اولی که قبلا بافته بودیم این 2 تا زنجیره وصل میکنیم و اینجا کارمون رو تموم میکنیم، پر میکنیم. به این صورت کار من تموم شد. نخ و قیچی میکنم، از اینجا در میارم. ببینید نخو از اولین گندمی، از زیر اولین گندمی رد میکنم و دوباره از زیر آخرین گندمی در میارم. ببینید. بعد این کار رو تا نخمون رو کور میکنیم. برای اینکه این نخمون در نیاد میتونیم دوباره همین مسیری که رفتیم برگردیم یا یه مسیر دیگه نخو دوباره برگردونیم. فقط برای برگشت اگه از همه دونه ها قلابمون رو رد کنیم این نخ در میاد. یه دونه آخر رو نمیگیریم، نخمون رو میگیریم میکشیم بیرون. نخو از انتها قیچی میکنیم به این صورت. بعد از اینکه کارتون تموم شد ببینید این دسته رو من هنوز نکشیدم، چین داره توش. وقتی میکشیم دسته صاف میشه. بعد از اینکه کارتون تموم شد میتونید اتو کشی کنید تا این مرحله که ما اتو کشی کرده بودیم. قسمت بالا و دسته رو اتو کشی کنید و تمام. توی بافتنی های رافیا اگه چیزی مد نظرتون هست که بافتش براتون سخته میتونید کامنت بذارید، من آموزشش رو براتون میذارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.